به نام یاد خداوند مهربان. سلام خدمت بیننده های عزیز. در ارتباط به پروژه تاپیک جدیدم از طرف امارت اسلامی و کشور ترکمنستان افتتاح شد و کاری از این عملا در داخل افغانستان آغاز شده که یک پروژه فراملی و منطقوی می باشد. یک پروژه‌ای که کشورهای همسایه افغانستان با هم وصل میکنه، آسیای میانه را با جنوب آسیا با هم پیوند می‌دهد و یک وسیله برای وصل کشورها می باشد و در این میان افغانستان به عنوان نقطه وصل در اینجا عمل میکنه و این پروژه تطبیقش سبب همگرایی منطقه میشه. سبب از این میشه که کشورهای همسایه افغانستان و جمع افغانستان منافع خود در پروژه های مشترک اقتصادی یا در منافع اقتصادی خود ببینند، حتی منافع سیاسی و اقتصادی خود در همکاری یکدیگر ببینند که در گذشته ها منافع خود اگر کشورها در دخالت در امور افغانستان در ناامنی افغانستان میدیدند، امروزه تطبیق از این پروژه سبب میشه که این کشورها یک دیدی مثبت در ارتباط افغانستان پیدا کنند یا منافع از او در تامین منافع اقتصادی افغانستان تمام شود. از این لحاظ یک پروژه بسیار بزرگ در سطح منطقه و برای افغانستان بسیار مهم و حیاتی می باشد. منافع اقتصادی از این که در ارتباط از این کارشناسا اساتید محترم بحث زیاد داشتن که منافع اقتصادی زیاده را شغل‌های زیاده را در داخل افغانستان برای مردم ایجاد میکنه و حق ترانزیتی که از این طریق به دست میاد و منافع دیگری که در قبال داره. منافع مهم و از یا کرده بالاترش همگرایی منطقه است که به وسیله تطبیق از این پروژه به دست میآید و این افغانستان به عنوان محور اصلی یا به عنوان یک نقطه وصل در اینجا عمل میکنه که این بسیار مهم و از یک نقطه بسیار مهم وارد تعاملات منطقه‌ای میشه و سخن افغانستان یا گپ‌های افغانستان در سطح منطقه شنیده میشه و ما میتونیم به اصطلاح در چانه‌زنی‌های سیاسی و اقتصادی وارد عمل شویم و به عنوان یک کشور باثبات و به عنوان یک کشوری که میتونه در آینده منطقه از خود یک جایگاه و پایگاه داشته باشه، از خود یک دیدگاه داشته باشه، وارد عمل شود و بتانیم همچنان در ثبات سیاسی خود و در ثبات اقتصادی خود ما از این پروژه استفاده اعظمی را کنیم و امید یک افغانستان باثبات، توسعه یافته و آزاد. و سلام.